این بود مرام مردونگی. این آخرین جمله‌ای بود که صدام حسین قبل از اینکه دریچه زیر پاش باز بشه با پوزخند به جلاداش گفت. حتی وقتی طناب دور گردنش بود هم دست از بازیگری بر نداشت. اما بیایید برگردیم عقب، خیلی عقب‌تر، به زمانی که این مرد فقط یه چوپان ساده تو روستای العوجه بود. چطور یه چوپان صاحب بزرگترین ارتش منطقه شد و چطور بزرگترین تصفیه حساب سیاسی رو در عراق انجام داد؟ محفلی که همه با ترس و لرز منتظر بودن تا اسمشو خونده بشه و یه راست برن گوشه قبرستون. صدام میخواست مثل جمال عبدالناصر خودش رو رهبر جهان عرب معرفی کنه، اما یه سری کارها علل خصوص علیه کردهای عراق انجام داد که باعث شد از خودش تصویر شخصیتی خونریز و بیرحم تو اذهان مردم به جا بذاره. چطور همه رو کنار زد و به قدرت رسید؟ به چه بهونه‌ای جنگ با ایران و کویت رو شروع کرد و چطور به دشمن شماره 1 آمریکا تبدیل شد؟ با ما همراه باشید. داستان ما از یک کلبه گلی تو روستای دورافتاده العوجه در نزدیکی تکریت شروع میشه. جایی که نه آب بود، نه برق، نه آینده. سال 1937 پسری به دنیا آمد که مادرش حتی نمیخواست نگهش داره. اسمش رو گذاشتن صدام، یعنی برخورد کننده. پدری بالا سرش نبود و ناپدریش هم اونقدر کتکش میزد که بعدها صدام گفت کتک خوردن اولین چیزیه که از زندگی یادمه. صدام از همون بچگی یه حس عمیق تحقیر و یه آتش سیری ناپذیر برای دیده شدن داشت. اون نمیخواست یه روستایی گمنام بمونه. اون میخواست همه ازش حساب ببرن. این نفرت و جاه طلبی سوخت موشکی بود که قرار بود صدام رو به آسمون بفرسته. اما یه بچه فقیر و تنها بدون هیچ سرمایه‌ای جز خشم چطوری میتونست اولین قدم رو برای فرار از این سرنوشت محتوم برداره؟ جواب توی بغداد بود. داعش خیرالله تلفا که یک نظامی ملیگرای تندرو بود، صدام رو با خودش به پایتخت برد. بغداد برای صدام مثل یه جنگل بود و اون خیلی زود فهمید که برای زنده موندن و رشد کردن تو این جنگل باید از همه بیرحم‌تر باشه. اونجا بود که با یه گروه سیاسی آشنا شد که قرار بود سرنوشت خودش و کل خاورمیانه رو برای همیشه تغییر بده. حزب بعث. حزب بعث برای صدام جوان مثل یه خانواده بود. یه خانواده از آدمای تشنه قدرت که زبان مشترکشون خشونت بود. صدام خیلی زود به خاطر نترس بودن و بیرحمیش شد مهره اصلی عملیات‌های خشن حزب. اون فهمیده بود که برای بالا رفتن باید دست به کارهایی بزنه که بقیه جرأتشو ندارن. نقطه عطف زندگیش شرکت تو ترور نافرجام عبدالکریم قاسم نخست وزیر عراق. عملیات شکست خورد. صدام تیر خورد ولی با پای زخمی چند روز تو بیابون پیاده روی کرد تا فرار کنه. این شکست در عمل بزرگترین پیروزی زندگیش بود. چرا؟ چون از اون یه قهرمان ساخت. یه اسطوره که همه تو حزب ازش حرف می‌زدن. تا اینجا دیدیم که چطور یه جرقه نفرت تبدیل به یه شعله بزرگ شد. اگه دوست دارید با همین پرونده رو تا آخرش بریم و ببینیم این مرد چطور کل عراق رو قورت داد، اون دکمه سابسکرایب رو همین الان بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا از ماجراهای تاریخی بعدی جا نمونید. قول میدم پشیمون نمیشید. صدام حالا یه چهره شناخته شده بود، اما بین یه قهرمان حزبی بودن تا حاکم مطلق یک کشور یه دره عمیق وجود داشت. اون چطور از این دره پرید؟ بعد از اینکه حزب بعث با کودتا قدرت رو گرفت، صدام شد نفر دوم کشور. اما اون به نفر دوم بودن راضی نبود. اون سالها مثل یه عنکبوت صبور تارهای خودش رو در سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی تنید. هر کسی که حس میکرد ممکنه روزی رقیبش بشه به طرز مرموزی حذف یا تبعید میشد. تا اینکه در سال 1979 روز موعود فرا رسید.
صدام رئیس جمهور احمد حسن البکر رو مجبور به استعفا کرد و خودش شد حاکم مطلق. اولین اقدامش به عنوان رئیس جمهور یکی از ترسناکترین نمایش‌های قدرت در تاریخه. اون تمام رهبران حزب بعث رو توی سالن جمع کرد. دوربین‌ها هم روشن بودن. صدام رفت پشت تریبون و با خونسردی شروع کرد به خوندن اسم یه سری از حضار به عنوان خائن. اسم هر کی خونده میشد، همون لحظه مامورای امنیتی می‌ریختن سرش رو از سالن می‌بردنش بیرون. فضای جلسه فضای بسیار وحشتناک و ترسناکی شده بود. از همه بدتر که افراد دستگیر شده نمیدونستن چه بلایی قرار سرشون بیاد. اونایی که اسمشون خونده نشده بود از ترس بلندتر از بقیه شعار زنده باد صدام سر میدادن تا وفاداریشون رو ثابت کنن. صدام با این کار یه پیام به همه داد: یا با من هستید یا زیر خاک. از اون روز به بعد عراق شد ملک شخصی صدام حسین. حالا که هیچ کس جرئت نمی‌کرد به صدام بگه نه، این قدرت بی حد و حصر چه بلایی سر خود صدام و همسایه‌اش آورد؟ جواب این سوال دو کلمه است: جنگ و جنون. صدام که حالا خودش رو رهبر جهان عرب میدید، با یه محاسبه غلط به ایران حمله کرد. جنگی که فکر میکرد چند هفته‌ای تموم میشه، 8 سال طول کشید و صدها هزار نفر رو به کام مرگ فرستاد. صدام از توافق 1975 الجزایر که درباره تعیین خط مرزی ایران و جمهوری بعثی عراق در آبهای اروندرود بود ناراضی بود. صدام میخواست کنترل کامل اروندرود و بخش‌هایی از خوزستان رو به دست بگیره. بعد از اون هم به مردم کرد خودش هم رحم نکرد و فاجعه حلبچه رو رقم زد. اما این پایان اشتباهاتش نبود. بزرگترین قمار زندگیش هنوز مونده بود: حمله به کویت. این قمار آغازی بود بر پایان امپراتوریش. حمله به کویت باعث شد کل دنیا علیهش متحد بشن. ارتشش در هم کوبیده شد و عراق سالها زیر شدیدترین تحریم‌ها له شد، تا اینکه در سال 2003 آمریکا به بهونه سلاح‌های شیمیایی به این کشور حمله کرد. بغداد چند روزه سقوط کرد و مجسمه‌های صدام یکی یکی پایین کشیده شدند. اما خود صدام غیبش زده بود. ماها مثل یه شبح زندگی میکرد و از یه مخفیگاه به مخفیگاه دیگه ای میرفت، تا اینکه بالاخره توی یه حفره‌ای پیداش کردن. اما یه سوال مهم: مردی که یه عمر با غرور و تکبر زندگی کرده بود و خودش رو سید الرئیس مینامید، وقتی که توی دادگاه به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شد و فهمید همه چیز تموم شده، چه واکنشی نشون داد؟ آخرین کلماتی که از دهن کسی که یه روز دنیا ازش میترسید قبل از مرگ خارج شد چی بود؟ جواب این سوال رو تو بخش آخر ویدیو بهتون میگم. صدام در تمام طول دادگاه خودش رو رئیس جمهور قانونی عراق میدونست و دادگاه رو یه نمایش مسخره مینامید. اون هیچ وقت ابراز پشیمونی نکرد. و اما جواب اون سوال: در سحرگاه روز 30 دسامبر 2006 صدام رو بردن که به زندگیش خاتمه بدن. فیلم‌های غیر رسمی که از اون لحظه منتشر شد نشون میده که اون کاملا آروم و مصمم بود. وقتی ماموران شروع به سر دادن شعارهای علیه اون کردن، صدام با یه پوزخند تمسخرآمیز بهشون نگاه کرد و گفت: این مرام و مردونگیه. آخرین کلماتش شهادتین بود. قبل از اینکه بتونه جمله رو کامل کنه، دریچه زیر پاش باز شد و داستان پرفراز و نشیب صدام حسین برای همیشه به پایان رسید. داستان صدام یه تراژدیه. تراژدی یه ملت و تراژدی مردی که اسیر آتش سیری ناپذیر خودش برای قدرت شد. از یک کلبه گلی شروع کرد، به قصرهای طلا رسید و آخرش توی یه حفره تاریک پیدا شد. این داستان به ما یادآوری میکنه که قدرت مطلق چطور میتونه روح انسان رو فاسد کنه. و حالا سوال مهم من از شما: به نظر شما اگه صدام تو اون ترور اول موفق میشد و در نهایت توسط نیروهای امنیتی عراق کشته یا دستگیر میشد، سرنوشت عراق و خاورمیانه امروز چطور بود؟ آیا دیکتاتور دیگه‌ای جاشو میگرفت یا مسیر تاریخ عوض میشد؟
عمیق‌ترین و خلاقانه ترین تحلیل ها رو پین میکنم. نظراتتون رو حتما تو کامنت ها برام بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک یادتون نره و برای دوستاتون که به داستان های واقعی و پرهیجان علاقه دارن بفرستید. تا یه ویدیوی دیگه و یه پرونده جنجالی دیگه مراقب خودتون باشید.